سلام، میخوایم با هم دیگه توی این قسمت الگوی کیف دهان فلزی از نوع پیچی رو رسم کنیم که دهان من اینجا 19 سانت هستش. اول یه خط عمود بر هم رسم میکنیم و قسمت وسط دهانه رو مشخص میکنیم. دهانه رو دقیقا طوری رو الگو قرار میدیم که قسمت وسط روی خط وسط و قسمتی که پیچ داره زیر خط افقی قرار بگیره. مداد به صورت عمود در دست میگیریم و دور تا دورش رو رسم میکنیم و اون قسمت هایی هم که رسم نشده بود و با خطکش به هم دیگه وصل میکنیم و این قسمت هلال وسطش رو مشخص میکنیم و با متر اندازه میزنیم که برای من اینجا 5.5 سانت هست. به پهنای همون 5.5 سانت از قسمت دهان خارج میشیم و این خطا رو به صورت عمود به سمت پایین رسم میکنیم و این قسمتی که قسمت وسط هلالش مشخص کرده بودیم به سمت بیرون به این صورت طراحی میکنیم. ارتفاعی رو مشخص میکنیم و خط افقی میکشیم. ارتفاع رو من اینجا 17 سانت گرفتم چون دهانم 19 سانت بود. برای اینکه این قسمت کیفمون هلال نشه و برای اینکه صاف باشه، ایستایی خوبی داشته باشه، 1 سانت به سمت بیرون علامت زدم و به خط بالا وصل کردم و برای کف کیف هم به اندازه 3 سانت به سمت داخل و 3 سانت به سمت پایین مشخص کردم و این نقطه ها رو به هم دیگه وصل میکنیم و قسمت کف کیف هست. این قسمت ها دورریز میشه و از خط عمودی که از اول الگو کشیده بودیم تا میزنیم و دور تا دورش رو برش میکنیم و الگوی ما آماده است. بعد دیدن آموزش‌های بیشتر پیجمو فالو کن.